و طولانی به داخل جریمه‌گاه هوا بدهد. پرتابی و از اوت این وضعیت را برطرف میکنند. یک دشواری اونجا به نظر است. ضربه با طرف دروازه، گل! گالاسو گالیسیمو میگویند این را. گل انجام یافت. 1-0. بار دیگر بیت به لحظه تکرار متوجه شویم. بسیار هم ضربه زیبا و قوی با گوشه بولوی دروازه روان کرده میشن. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم. واقعا هم یک لحظه در نیمه اول اونقدر پرمضمون و هجوم کار نبود البته، اما در آخری رقابت یک ببامگین پرتابی به طرف دارکو بیدوف که بلندتر اجرا کرده شد. راست این زمان قرار دارد. حمله را تقویت میبخشد جهانگیر ارگاشف. پاسیو ولی بازم حمله‌سگانش از جمله تونی بکتل کمک به او رساند و این حالت را برطرف کردن توانست. امکانیت از ضربه به طرف دروازه و جهانگیر ارگاشف با زدن گل مشرف میگردد. گل! حساب رقابت دوستان ارجمند در همین فرصت هم اکنون تواند این بازی را تغییر بدهد. توجه میکنیم بار دیگر به همین فرصت در کابیدوف. پاسیو با قیب و ضربه زده جهانگیر ارگاشف با کنج نزدیک دروازه با گل در بازی امروزه به اتمام میرسد. شبکت هوتم از کنار مبارزه فوتبال ماسک کنار. حمله نوبتی دسته خوجان را میتوانیم متوجه شویم. پرتاب با داخل جریمه‌گاه و دارکو بیدوف. حمله نوبتی پرتاب با داخل جریمه‌گاه. عبدالخالق قلیموف این وضعیت را برطرف کرد. جوزف شوکت هوتم. پاسیو با حمزه جان حتموف. امکانیت دارد ضربه حمزه جان با خط هجوم. موزه مبارزه ادامه دارد و در نهایت کار این وضعیت ببامگین. پاسیو با جهانگیر ارگاشف فرسال با طرف دارکو بیدوف نتوانست ضربه بزند و در نهایت او با پای چپ توپ را قبول کرد ولی بعداً لحظه‌ای که میخواست ضربه بزند نتوانست ضربه را درست‌تر اجرا بنماید. پرتاب لیگینر با داخل جریمه‌گاه. نازم بابا جانوف در نزد توپ. ضربه این بازیگر مبارزه و ببامگین ارسالی و با خط هجوم. امکانیت است برای دارکو بیدوف و این بازیگر از پا میافتد. قاعده بازی هم بر ضد آشکار میشد که ویران نشده است. توانیم متوجه شویم که چگونه دارکو بیدوف امکانیت داشت تا از دروازه‌بان گذرد، یعنی از گیبکو پروسپر توسط دست راست دارکو بیدوف، یعنی توسط طرف راستی و ارسال جهانگیر ارگاشف با داخل جریمه‌گاه و ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته خوجان. این حالت میتواند لحظه تقدیرساز در رفت رقابت همین روزه باشد. تکرار ما مشاهده کردیم که قصداً عبدالخالق قلیموف با پای رقیب ضربه زد. این باشد با کارت سرخ می باشد. یعنی ما شما در لحظه تکرار بار دیگر متوجه میشیم که قصداً این کار انجام داد و برای این با فوتبالباز کارت سرخ نشان داده می شود. این زمان در نزد توپ قرار دارد. ضربه کنجی ارسال با داخل جریمه‌گاه خیلی بلند این پرتاب اجرا کرده شد و توپ را زده اینجا بیرون میبرند بازیگران دسته فیضکن. همین طور بازی دسته فیضکن و خوجان با حساب مساوی 1-1 به انجام رسد. جمع همکاران تماشا کردیم تا بازی نوبت خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خانه آباد باشید.